بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان. امروز در مورد کار با کنوا در قسمت معرفی یا معارفه، خیلی از دوستان تقاضا داشتن که طراحی رزومه یا همون معارفه معلمین در اوایل سال رو داشته باشیم که داخل کارگروه ها و دنیای مجازیشون میره. با نام و یاد خدا شروع میکنیم. یک صفحه آچار رو باز میکنیم. برگشت میزنیم. در اینجا دوستان ما یک طراحی با توجه به علاقه، با توجه به شناختی که از مدیر دارید، با توجه به لول دبستان یا دوره اول، دوم، دبیرستان، حتی دانشگاه، میایم این کاغذ رو به صورت رزومه در میاریم. دقت داشته باشین که تمام اینها با توجه به اینکه مدرسه دخترانه هست، پسرانه هست، مدیر یا مخاطبان ما چه کسانی هستن، رنگ ها رو انتخاب میکنیم. برچسب آبرنگی، space, search, دوستان دقت کنید، یک برچسب آبرنگی زدم، این همه طرح زمینه اومد. حالا با توجه به اینکه مدرسه دخترونه پسرونه، مخاطب شما چه کسانی هست، میایین طرح زمینه رو انتخاب میکنید و خواهش میکنم دقت کنید، این طرح‌هایی که تاج داره رو انتخاب نکنید، به دلیل اینکه اونها هزینه بر و پولی هست. موقع دانلود دوستان بعضی مواقع میشه، ولی روش علامت کنوا و اون جدول کشی دیده خواهد شد. پس در نتیجه دقت لازم رو بفرمایید. ته زمینه مثلا این رنگ رو من انتخاب میکنم، میندازم روی کار آچار، بعد شروع میکنم به طراحی کارمون. مثلا من اینجا میخوام عکس معلم یا مدیر رو اضافه کنم. دوستان قسمت فرم ها رو میزنیم، این علامت ها و ساین ها با این اشکال وارد میشه. من میام برای این کار، چون صفحه آچار خودش زاویه دار و شکل دار هست، میتونید دایره انتخاب کنید. اگر نخواستید و تمایل نداشتید، این کار آبرنگی هم به نظرم کار قشنگی خواهد شد. اینو در اینجا میذارم، یه ذره بزرگترش میکنم. خب در اینجا ما میخوایم عکس رو مونتاژ کنیم. عکس یک خانوم، مثلا ایشون رو، چون میخوام مخاطب خاصی نباشه، مال کشور دیگه ای هست، نگران نباشین، این رو انتخاب میکنم و توی این قسمت اضافه میکنم، ولی میارم پایین تر که فیس ایشون دیده بشه به این حالت. بعد میام قسمت نوشتاری، درشت، آموزگار space, پایه space, delete, سوم، space, enter, سرکار خانم space, مثلا period, X. این رو اضافه میکنم، کوچیک میکنم، این قسمت وارد میکنم.
دوستان دقت کنید، این قسمت وارد میکنم. حالا در اینجا چه کار میکنیم؟ شروع میکنیم به دادن اینفورمیشن. مثلا تدریس پایه سوم 10 سال Enter. حق و تدریس Space. دارای Enter. گزینش Enter. مثلا 78 ساعت کارگاه مهارت محور، Enter. کارشناسی علوم تربیتی، Delete. Space. Enter. فوق لیسانس Delete. 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 Space. فوق لیسانس فلسفه، Space. Enter. بعد مثلا 3 سال Space. آموزش مجازی Space. وارد میکنیم اینها رو به این حالت. اگر دوستان خواستید کارتون تمیزتر و بهتر از این در بیاد، شما میتونید در این قسمت فونت ها ادیت هاتون رو انجام بدید. اگر حروفی رو خواستید بزرگ و کوچیک کنید، کاری بیشتر تو چشم بیاد از فونت ها، میتونید تغییرات رو ایجاد کنید. نگاه کنید توی این قسمت من مدل نوشتارم رو میتونم با یه نقطه کنار مرتب و تمیز کنم، کار به صورت یک دست و زیباتر به نظر بیاد و قابل توجه تر.